سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 6 ایول همراه شما. مقامات انتظامی میگویند یک مادر تاجیک به سبب جنجال خانوادگی خود را و 3 فرزندش را به کانال حصار انداخته است، ولی خودش زنده مانده و فرزندانش غوره مرگ شدند. پروین عبدالله و ساکن 30 ساله شهر دوشنبه بعد از زن دوم گرفتن شوهرش به نشان اعتراض شب 4 ایول همراه فرزندانش آمینه 5 ساله، مهینه 6 ساله و ضیاءالدین 7 ساله خود را به رودخانه انداخته است. شاهدان عینی روز 6 ایول در این باره بر رادیوی آزادی گفتند: فنای تلفن دولای ما گیران کردن که جل گذشته سیام پایان اون دو دقیقه دولای با فایده کردن جوان بعد خیلی هم کسبت شد دویدیم رفتیم ای موسیمایده خپیدیم گرفتیم شونا. بعد خبردار شدن ساکنان محله حیات نوی دوشنبه از حادثه، مادر 30 ساله را از مرگ نجات دادند ولی فرزندانش را مرده پیدا کردند. پروین عبدالله و در بیمارستان در دوشنبه است و مقامات انتظامی حادثه را تحقیق می‌کنند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت پیشنهاد 2 وکیل روس برای جاری کردن نظام روادید یا ویزا بین تاجیکستان و روسیه هنگامه بی اساس و بی پایه رسانه‌های روسی است. خدایبردی خالق نظرов روز 6 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت روسیه با تاجیکستان نظام روادید را به راه نمی‌اندازد، زیرا این کار به نفع هر دو کشور نیست. این فقط پیشنهاد بعضی از کارشناسان است، این قبول نشده است و فکر می‌کنم که قبول هم نخواهد شد، نمی‌شود قبول. لیکن یک ایده از کارشناسان همین یعنی درد سر خود را با درد سر دیگران با دوش دیگران می‌خوام بار کنم. اول شما نقص بدونید که تمام افرادی که اساساً موردی یعنی به اصطلاح تأثیر و تأثیر رسانی قرار میگیرد اساساً در روسیه است. هفته گذشته بعضی از رسانه‌های روسی نوشتند که وکیلان مردمی روسیه می‌خواهند بین این کشور و تاجیکستان ویزا جاری شود، زیرا ممکن است اعضای گروه دولت اسلامی خود را مهاجر کاری وانمود کرده به روسیه وارد شوند. مقامات مسکو در گذشته پیشنهادها برای راه‌اندازی نظام روادید بین تاجیکستان و روسیه را رد کردند. گروه خردی از مخالفان حکومت تاجیکستان در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند گرد همایی تشکیل کردند و از حکومت خواستند به حقوق آنها احترام بگذارد. گرد همایی در نزد بینای صورت گرفت که جلسه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا آنجا ادامه دارد و هیئت تاجیکستان هم در جلسه شرکت می‌کند. در این باره سلیمان دولتوف یک عضو گروه 24 روز 6 ایول به رادیوی آزادی خبر داد. برآمدند دلیگاسیون تاجیکستان آزاد کردن محبوسان مقصود ابراهیموف و زید سعیدوف و شهرت قدرتوف و طلب ما حزب نهضت اسلام امروز در تمام جا بدنام کردگی هستند و وحدت گفتند. امروز صلح کردن، امروز اون صلحچی‌ها را از تاجیکستان بدرقه کردند. خود ما که برای دفاع حق و حقوق شهروندی تاجیکستانی ما بودند، ما را تهمت کردند، به تروریست برآوردند. ما برای دفاع خودمان در حکومت فعلیان و در این پارلمان در نزد این مهمانا کردیم. در این گردی همایی کمتر از 10 نفر شرکت کردند. گروه 24 را که 3 سال پیش عمر علی قوتوف یک تاجر فراری تأسیس داد، دادگاه عالی سال 2014 سازمان اکستریمیستی اعلام کرد. خود قوتوف ماه مارس سال 2015 در ترکیه کشته شد. مقامات باغ حیوانات دوشنبه امیدوارند 2 جفت کنگورو که هفته گذشته به باغ آوردند به زودی به شرایط و اقلیم تاجیکستان مطابق می شوند. رهبران باغ حیوانات به رادیوی آزادی گفتند کنگوروهای از 2 تا 4 ساله بعد از سفری طولانی بیش از 5500 کیلومتری فرصت لازم دارند که به زندگی عادی برگردند. وضعیتشون خوب حس نمیکنن. اولا که مثلا راه ریشی مثلا سمالیات و ریشی مثلا ماشین و این چیزا دیگه که محیطی برای ویا دیگر تماما دیگر. 4 کنگورو را ایوان کوبات بیولوژی چخ روز 4 ایول از یک باغ حیوانات جمهوری چخ بعد دوشنبه آورد و در عوض از تاجیکستان به کشورش 2 خرس ناخن سفید میبرد. گزارش کامل در این باره با اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.